السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد روسيخ حفظك الله، الله حفظتون کند. شما خوب هستید؟ الحمد لله. شما صحت سلامت؟ الحمدلله. بنده محمد هستم، یکی از برادرهای ابو محمد مدنی حفظه الله. آمین. بارک الله. آمین. الله حفظتون کند شیخ عزیز. در این شب و روزهای، در این شؤونهای آخر بعضی انسانهای فتنه‌گرهای هستند که در بین ما و شما بعضی سخنها را برده و آورده نامومی میکنند. بعضی مسئله را میخواستم که از خود شما بنده بپرسم که در همین موقعیت خود معین میکردید که تو اینکه همین فتنه ها از بین ما دور میشد، اگر اجازه باشد. بفرمایید. بسیاری ها با ما بعضی خبرها رو آوردن که یعنی به یک گفته که شما به همین عقیده باشید که عذریه که به او حجت رسانیده می شود تکفیرش نمی کنید، در حالی که مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کسانی که مانعین زکات بودند یک طایفه اونها را قتل کردند، دویم طایفه وقتی که به نزد اونها آورده شد با اونها یعنی بعد اونه که اونها معلوم شد تکفیر نکردنی و سبب تکفیر نکردنی اون کسانی که در صف اونها بودن از مانعین زکات، اونها رو توبهشون رو قبول نکردند، یعنی که به اونها شرط گذاشتن برای قبولیت توبه اونها که شما اون کسانی که در صف شما بودن جنگیدن با همراهی ما، اونها رو شما تکفیر میکنید، جهنمی میگید، بعداً یعنی چیز شما توبه شما قبول است. و دیگر واقعی که در زمان امام احمد بود، کسانی که میگفتن که القرآن مخلوق فهو کافر و من لم یکفره فهو کافر، یعنی که در دیگر کتاب عقیدة الرازیان ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی که در اونجا البته که میگن که کسانی که اگر به اون حجت رسیده نشود بوینه و بدعه، یعنی که بیان کرده میشد بعدا یعنی که تبدیع و تکفیر کرده میشود. یعنی که الله سبحانه و تعالی چخیلی که در سوره نساء آیت 88 میفرماید ما لکم فی المنافقین فئتین، یعنی چی شد که شما در وصف در حق منافقین به دو طایفه تقسیم شدید. البته که ما همین جو عقیده خودم یک بار بیان کردیم که ما با کسی که عذری هست البته حجت بیان کرده بعدا تکفیرش میکنیم. اگر عالم بود و طالب علم بود و دانست یک بار تکفیر میشد. شما انکنون شیخ محمد معروف روسیخ حفظك الله، الله حفظتون کند، یک موقع خود معین میکردید. بارک الله فیک. آمین آمین و ایاکم. الله شما را حفاظت کنه. ما دیروز هم بخیرم، دیروز بود که بود یک روز شما بیان کردیم، پری روز هم گفتیم این گپا را گفتیم که حاضر المشرک وقتی که برش بیان میشه حق و میفهمه بله این کفر مرتکب شده، اینی کفر مرتکب شده، شرک او را عذر میده و تکفیر میشه. یعنی حتی این گپ علمای سلف اینا گفته که شما گفتین درباره خلق قرآن، بسیار سلف گفته، یعنی حتی اجماع است که در اون وقت همین فتنه پیدا شده. عاذر المشرک وقتی که حق برش بیان می شود قبول نکرد، اون دیگه سعی کنید ما شما مسیح است، یک طرح یهود کافره، میگه یهود کافر میگیش، میگه نه کافر میشه، ولی یک مسلمان از مرتد شده کافر شده از ایمان برا یا بر ثابت شد که مرتد شده، چرا اینو نمیگی؟ یا طبعا باید بگویی دیگه، پیش خود بدانی کافر، او را کافر دانستی پیش خود. خب یکی بیان دوستا بیانش امر بالمعروف نهی از منکر توانایی است، و یکی که یا نام گرفتن یا کلش به زور توان و حالت انسان دلالت میکنه که نام کسی را میگیره نمیگیره. اما کفر یک کسی که برات واضح شد چرا نمیگی؟ طبعا او را این پیش خود چرا کافر نمیدانی؟ یکی گفته که دانستان طبعا باید او را کافر بدانی، مثل که یهودی کفرش بر ثابت است او را کافر میدانی، این دیگه هم کفرش ثابت شد. الله در قرآن نمیگه که مسلمان مرتد میشه، ای ولدین آمنوا من یرتد منکم،
عن دینی، یک کسی که منور کسی مرتد شد از شما دین فیموت و من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون ذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. در سورة بقره الله میگه ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتد منکم هر کسی مرتد شد منکم از شما مسلمان عن دین خود فیموت موت و کافر فاولئک حبطت اعمال فی الدنیا و الاخره. این مسلمان مرتد میشن، کافر میشن. باب ارتداد کل اجماع 4 مذهب بیان کرده، سلف بیان کرده. اینا یک کسی کفر شرک مرتکب شد، مرتد شد. مثلا حالی که مردم بگوی یک کسی بگوی من سود قبول ندارم که حرامه یا کافر شدی، برو زنا را حرام نمیدار کافر شدی. میگه کفر شرک مرتکب شد و شرک واضح است، خود شرک آیا نمیفهم خدا بفهمان او را کافر میدانی. یک کسی بگوی ما نماز قبول ندارم کافر میدانی یعنی یا یک کسی بگوی به ایجابی جایز است کافر میدانیش؟ بله. حلال حرام بگویم، حلال حرام بگویم، مثلا گوشت گوسفند ذبح میشه یک مسلمان را حرام بگویم کافر میشه؟ بله. فرض انکار کنه کافر میشه؟ بله. محرمات اجماعی را انکار کنه کافر میشه؟ بله. دیگه هم کفر شرک مرتکب شد کافر میشه، او را پیش خود باید کافر بدانی. اگر نمیفهمه کسی برش فهمانده شد دیگه هم ما کدام چی نمیبینم. حتی از امی علمای معاصر مفتی اعظم سعودی بود و با وجودی که بسیار سرفشار بود شیخ ابن باز میگه که عازر مشرک میگه کسی را عازر میگه رب شبا و اینش رفع میشه برش بیان میشه ای اگر چی نکرد میگه حکم میشه بمانش، یعنی حکم کفر دیگه. الله با شما را از این صفت ها از این فتنه ها نجات بتا. یعنی یک گپی است که واضح است، روشن است، هم از نگاه نقل هم از نگاه عقل. یهودی که من مثال دادم یعنی این عقلی بود، او را میگیم نه پیش خود کافری یهودی است بگویم نه یهودیت کافر نمیگم، نه در حالی که کلگی را قبول داره. تو یک مسلمان مرتد میشه مثلا کافر میشه او را طبعا باید بگویم پیش خود، یعنی بدانیش کافر. این ضرور است، فرض است. در کس کافر ندانه کفر با طاغوت نکنه فما یکفر بالطاغوت. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده. یعنی بسیار آیت‌های زیادی است که کفر کسی را دیدی، شرک کسی را دیدی، او را کافر بدانی و اگر ندانی خطرناک است دیگر. کافر تو کفر با طاغوت نکردی. انشاءالله که الله حفظ کند. بهترین بله برای ما فهما شد. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله. خب دوستان وقت ما شما زیاد تیر شده، وقت نماز آماست. انشاءالله روز بعدی باز سوالات جواب میدیم. بارک الله فیکم. حفظکم الله. السلام علیکم و رحمت الله.